بزن بریم نمایش الیور تویست. طبق معمول نزدیک محل برگزاری ترافیک سنگینی بود که حدود نیم ساعت ما توی ترافیک بودیم. ترافیک تا دم سالن ادامه داشت که ما یه مسیر رو پیاده رفتیم تا زودتر برسیم. بلیطمون رو اسکن کردن و جامون رو پیدا کردیم و نشستیم. در واقع ما خیلی استرس جامون رو داشتیم برای اینکه دید مناسبی داشته باشیم. بعد از VIP من ردیف A و B و E و F رو بهتون پیشنهاد میدم و لباس گرمم همراهتون داشته باشیم. حالا یه کوچولو از صحنه‌های نمایش رو با هم ببینیم. اینا مال توه فقیل جلو مال توه آره ولی الان نه وقتی بزرگ شدی باشه اینجا رو ببین اینجا رو ببین نمیخوام که از دستش بدم. دیگه بعد نمایش هم زدیم بیرون، چای کیکمون رو خوردیم و راهی خونه شدیم. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. دوستتون دارم.